سلام و درود، روزتون بخیر. امروز در خدمت سرکار خانم دکتر محرمی نمین، نایب رئیس محترم اتحادیه مشاوران املاک تهران هستیم تا در مورد سامانه کاتب گفتگو بکنیم. سرکار خانم نمین خیلی خوش آمدید. با دوستان و همکاران یه سلام داشته باشید و ان شاءالله صحبت بکنیم. اللهم انی اعوذ بک من الکفر و الفقر و اعوذ بک من عذاب القبر لا اله الا انت. سلام عرض میکنم خدمت مجری توانمند جناب آقای باقنده، همکاران مشاوران املاک عزیزم و بینندگان این برنامه. خیلی خوش آمدید به برنامه ما، زمان گذاشتید، ممنون و سپاسگزاریم. قبل از اینکه بخوایم در مورد سامانه کاتب گفتگو بکنیم، اگر زحمت بکشید در مورد قانون الزام به تنظیم سند رسمی صحبتی داشته باشیم، بعد وارد موضوع کاتب و خودنویس بشیم. بله، در تاریخ 17 خرداد ماه امسال قانونی در مجلس مصوب شد برای اموال غیر منقول تحت عنوان قانون الزام به ثبت سند رسمی اموال غیر منقول که توسط این قانون موظف شدن دستگاه ها مثل سازمان ثبت، مشاوران املاک یک همکاری رو با هم دیگه داشته باشند. سندها به دو قسمت تفکیک شد در این قانون: سندهای قبل از 3 تیر ماه 1403، سندهای بعد از 3 تیر ماه 1403. رنگ اسناد تغییر کرد، به سبز رنگ در اومد، ولی بعضا اگر که رنگ اسناد به همون شیوه قبل، به همون رنگ سند قبلی بود، به صورت مورب روش نوشته شد مشمول قانون الزام به تنظیم سند رسمی. تبصره 4 ماده 1 داخل سند نوشته شد که از اون به بعد دیگه باید در دفاتر املاک پیشنویس تنظیم بشه و بعد از اون متعاملین به دفترخونه مراجعه کنن برای ثبت سند رسمیشون. خب بسیار عالی، خیلی ممنون از توضیحاتتون. امروز می‌خوایم در مورد کاتب صحبت بکنیم. از دو منظر می‌خوایم در موردش گفتگو بکنیم. اول اینکه شما عضو محترم اتحادیه هستید، هیئت مدیره، از نگاه یک عضو هیئت مدیره می‌خوایم ببینیم، و دوم از نگاه عضو صنفی مشاوران املاک. سامانه کاتب یک سامانه کشوری هستش که طی چند ماه گذشته در کشور راه اندازی شد و مشاوران املاک باید ازش استفاده بکنن. شما از نگاه عضو هیئت مدیره این رو بررسی بکنید، نظرتون رو بفرمایید. اصلا در مورد اینکه سامانه کاتب چی هست رو بفرمایید. و به خدمت شما عرض کنم در مورد سامانه کاتب. سامانه کاتب خودش برای مشاوران املاک سامانه نوظهوریه، اما مشاوران املاک غریبه با سامانه نبودند. من باید کمی به عقب برگردم و اینکه ما از حضور سامانه کاتب خیلی هیجان زده نشیم در مورد یک سری مزایایی که داره. سامانه املاک و مستقلات که متعلق به مشاوران املاک سراسر کشور بود، در وزارت سمت در ابتدا سال 88 راه اندازی میشه. کد رهگیری اخذ میشه. بارها و بارها ما از سازمان ثبت در اتحادیه های کل کشور تقاضا میکنیم که این انحصار اطلاعاتی رو بشکنن و اطلاعات ممنوع المعامله بودن، این اطلاعات هویتی فرد برای معامله و اطلاعات اسنادی برای امن بودن معامله که ملک بازداشته و یا اینکه رهنیه در اختیار سامانه املاک مستقلات که تحت لوای وزارت سمت داشت اداره میشد، در اختیار مشاوران املاک سراسر کشور این اطلاعات رو بذارن از سال 88. پس نباید از اینکه الان سازمان ثبت اومده یک سامانه ای رو راه اندازی کرده که به ما ممنوع المعامله بودن رو مشخص میکنه، برای ما مشخص میکنه که این سند رهنی هست، بازداشتی هست و یا امنیت سند رو برای ما رصد میکنه، نباید هیجان زدمون کنه، چون ما مشاوران املاک از سال 88 پیگیر و دنبال این قضیه بودیم. اما خب سازمان ثبت صبر کرد و منتظرمون تا این سامانه رو برای خودش و تحت اختیار خودش داشته باشه. یعنی الان سامانه کاتب در اختیار سازمان ثبت، نه در اختیار آژانس‌های املاک قرار گرفته. در اختیار این مالکیتش الان سازمان ثبت
بله. اینو درست کرده، یا وزارت راه شهرسازی یا صنعت و معدن، یا اینها درستش کردن در اختیار سازمان ثبت قرار داده. این جریانش چی میشه دقیقاً؟ سامانه کاتب در اختیار دفترخانه ها بوده از ابتدا، که ما تمام سندهای رسمیمون رو با سامانه کاتب در دفترخانه ها انجام دادیم. الان در اختیار مشاوران املاک هم از طریق سازمان ثبت قرار گرفته و ما به صورت برخط دسترسی داریم به اطلاعات اسناد و هویتی اینها. این که شما فرمودید سامانه املاک و مستغلات در اختیار وزارت سمت بود، طبق قانون جهش تولید مسکن ماده 18 مصوب شد که این سامانه به وزارت راه و شهرسازی انتقال پیدا کنه. به هزار دلیل نامعلوم متاسفانه این سامانه توسط وزارت راه و شهرسازی خاموش شد و سامانه پر اشکال و نوظهور با عنوان خودنویس راه اندازی شد. خودنویس مسبب این بودش که سامانه املاک و مستغلات رو خاموش کنه، اما خودنویس هم حتی در سال 1401 نتونست اطلاعات سازمان ثبت اسناد رو ازش بگیره. به همین جهت راه و شهرسازی بود. اومد چیکار کرد؟ سامانه دیگری با هزینه گزاف راه اندازی کرد تحت عنوان سامانه اسکان و املاک. سامانه اسکان و املاک وزارت راه و شهرسازی. سامانه اسکان و املاک چیکار میکرد؟ شما من موظف بودیم بریم خود اظهاری کنیم. چرا؟ چون سازمان ثبت اطلاعاتش رو اشتراک گذاری نکرد متاسفانه و این انحصار رو نشر کنه. همونطور که از سال 88 در اختیار وزارت سمت نذاشت، باز هم در اختیار وزارت راه و شهرسازی نذاشت. به همین جهت شما وقتی میخواید در خودنویس کد بگیری میبایست اول در سامانه اسکان املاک ثبت نام کنید حتما و بعد کد بگیرید. تفاوت دیگر این دو سامانه خودنویس در اختیار عموم مردم الان قرار داره، سامانه کاتب فقط در تحت اختیار مشاوران املاکه. اما این دائمی میتونه نباشه، چون طبق قانون سامانه کاتب هم موظف هست که این چالاک سازی رو انجام بده و باعث بشه که مردم دیگه هم خارج از مشاوران املاک بتونن این سامانه خودنویس داخلش کد بگیرن و الان در حال حاضر این وجه تمایز در کاتب وجود داره. پس سامانه کاتب فعلا در اختیار آژانس املاک؟ فعلا فقط در اختیار مشاوران املاک. احتمال دارد طبق قانون موظف هستند که عمومیش کنند. خب دو تا کار اساسی رو سامانه کاتب انجام میده. یک، تایید صلاحیت فردی برای معامله. دو، تایید صلاحیت اسنادی برای معامله. احسن. خب بسیار عالی. ما همکارانمون چند وقتی است که نگران هستند. وظیفه اتحادیه‌های املاک هست، چون انتظارشون از اتحادیه خودشون هست. حق دارن، خونه خودشون. بله، خونه خودشونی که اطلاع رسانی کنن. نگران باشند یا نباشند؟ ما مشاوران املاک افراد با ذکاوتی هستیم. من همیشه از همکاران مشاور املاکم با عنوان با ذکاوت ترین صنف کشور یاد میکنم. دوستان من بلدند از تهدیدها فرصت بسازند، همونطور که در پلتفرم های آگهی آنلاین این اتفاق افتاد و همه فکر میکردن با ظهور و بروز برخی از این پلتفرم های آگهی آنلاین که با هزینه های گزاف هم عمدتاً به مشاوران املاک تحمیل میکنه ممکن هستش که قابلیت حذف داشته باشم. من قطعاً باید یه رزومه‌ای بدم از مشاوران املاک در کل دنیا. در کل دنیا مشاور املاک قابل حذف شدن نیست. ریل استیت در پیشرفته ترین کشورها قابلیت حذف نداشته. مثالی برای شما میزنم، در کشور انگلیس اگر شما ملکتون رو به یک مشاور املاک بسپرید یا به چند مشاور املاک بسپرید کمیسیون متفاوتی خواهد داشت، در صورتی که به چند مشاور املاک بسپرید کمیسیون شما بالا میره، چون احساس میکنن زحمت اون مشاور بیشتر شده. شغل مشاور املاک و ریال استیت در دنیا از شغل‌های بسیار رد بالا و
میشه گفت جز شغل‌های حذف نشدنی هست. واسطه آن هم در معاملات بزرگی مثل مسکن که گرانترین خرید زندگی عمر یک آدمه، میشه گفت حذف نشدنی هست و با حذفش ما پرونده های قضاییمون رو اضافه میکنیم. این تنها اتفاقیه که میفته. اما مشاوران املاک ما نگران حذف نباشن، اما قطعا شیوه کارشون های واقعا تغییر خواهد کرد. اینها باید این رو بدونن که زین پس مدل کاریشون، بیزنس پلنشون و تمام اینها رو باید تغییر بدن و با فرمت جدیدی خودشون رو به روز رسانی بکنن. شیوه بازار املاک تغییر کرده است. قطعا کاتب و سامانه ها برای آسان‌تر کردن کارها ساخته میشوند، در اختیار همکاران ما، دستیار مشاوران املاک، دستیار و در اختیار صنوف قرار میگیرن. ولی این رو باید بدونیم که هر تهدیدی رو هم میشه به فرصت تبدیل کرد، هرچند که گلایه‌ای هم اگر باشد نسبت به همکاران خودمون در اون قسمت هایی هستن که تصمیم گیری میکنن، چون وقتی تصمیم گیری میشود باید به اطلاع همکاران برسن. اطلاع رسانی بکنید که دوچار استرس نشن، چون از ما میپرسن در این مورد.